بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد رحمه الله تعالى، والشرح لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند الإسراء والمعراج. موضوع درس امروزی ما درباره اسراء و معراج. اسراء از اسرا یسری اسراء، افعل یفعل افعال، بابی یکمی ثلاثی مزید به معنای شب سفر کردن، که شبانه سفر کردن. هر سفری که او را در شب انجام داده شد او را اسراء میگویند. چخلی که الله سبحانه و تعالی فرمود که سبحان الذي اسرى بعبده، این خودش فعل اسرا یسری فعلی لازم بوده، بس به توفیل حرف جر متعدی میشه. سبحان الذي اسرى بعبده، پاک از اون ذاتی که بنده خود را شبانه برد. اسرى بعبده، اسرى بی برد میشه. نه، معراج از کلمه عروج، برآمدن. اسراء برآمدن نمیشه، اسراء راست رفتن میگن، معراج برآمدن. مفهوم؟ وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد رحمه الله تعالى: نعم. وبعد العشر عرج به إلى السماء. وبعد از 10 سال که در مکه مکرمه بود جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام، او را عرج به إلى السماء، به آسمان برداشته شد، برآورده شد. و فرضت علیه الصلوات الخمس، با او 5 وقت نماز را فرض گردانیده شد. و صلى فی مکه 3 سنین، در مکه 3 سال نماز گزارید علیه الصلاة والسلام. 3 سنین، 3 مذکر، یعنی عدد مذکر آمدنش اون را دلالت کرده است که معدود چی است؟ مؤنث است. عدد از 3 تا 10 چی می شود؟ از 3 تا 10 جمع می شود. معدودش از 3 تا 10 معدودش جمع می شود و مضاف الیه می شود. در اینجا 3 سنین. سنین این چی میگن؟ جمعی مذکری سالم، مجرور بالیاء و علامت جره الیاء نیابة عن الكسرة لأنه جمع المذکر السالم. یعنی این جمع مذکری سالم خودش نیست، این الملحق به جمع مذکر سالم، این ملحق یعنی در قطار همین ها داخل میشه. اگر نه جمع مذکر سالم در عقلا میشه. هر چی که در ضمن عقلا داخل شود اگر اون ملحق میشه. مثلا 20 چه جمع مذکر سالم است، اگر نه ملحق. نعم. وقال الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى قوله، يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد العشر عرج به إلى السماء بقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين. ممكن أن تقول
10 سنين أو 10 سنين. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. نعم. أو 4 أشهر و10. صحيح. على هذا ينهى عن الشرك. يعني جناب پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم 10 سال باقی ماند در مکه. على هذا به همین منوال، یعنی به همین طرز منع میکرد از شرک و يدعو الى التوحید، به توحید فرا میخواند، دعوت میکرد. یؤسس هذا الاساس، این اساس را پایه میگذاشت، مستحکم میکرد. ثم في السنة الحادية عشرة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سپس در سال 11 وی را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی شب برده شد. قال تعالى، الله سبحانه وتعالى در این موضوع فرمود: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک است اون ذاتی که بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی ببرد. بينما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم في بيت أم هانئ جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام. در اثنایی که او صلی الله علیه و آله و سلم خواب بود در خانه ام هانئ، به نزد او جبريل عليه الصلاة والسلام آمد و معه دابة يقال لها البراق، یکی البراق. با همراهی جبریل یک چارپایه بود که وی را چی میگفتن؟ براق. اکنون صفتش میگوین که اقل من البغل، از خچر کمتر، یعنی میده‌تر، و فوق الحمار، از درازگوش بلندتر. و یقع خطوه عند مد بصره. میگو که واقع میشود یک قدم او به اندازه یک دیده او، یعنی همون چشم تا کجای رو، تا چی مسافه رو میبینه، یک پرتکزگیش همونجا میرسید است. این سرعت شده، سکورست. فأركب عليه الصلاة والسلام عليها وذهب به إلى بيت المقدس، ممكن تقول مقدس، في الليل. بس او علیه الصلاة والسلام بالای او سوار کرده شد و را به بیت المقدس در شب برده شد، یعنی بردن. اسرا من السر، من السری، من السرا، و هو السیر باللیل. این خودش اسرا اساسا از کلمه سر گرفته شده، به معنای چی؟ به معنای شبانه سیر کردن را میگویند. و هذا من خواصه صلی الله علیه و علی آله و سلم و من معجزاته علیه الصلاة و السلام. این هم یکی از خصوصیات های او صلی الله علیه و سلم است و از معجزه های او علیه الصلاة و السلام است. فالتقى هناك مع الانبیاء فی بیت المقدس، در اونجا با همراهی پیغمبران در بیت المقدس ملاقات کرد. ثم انه صلی الله علیه و سلم عرج الى السماء، بعد از آن او را به آسمان برداشته شد. یعنی رفع من بیت المقدس الى السماء بصحبت جبریل علیه الصلاة والسلام. و یعنی وی را برداشت شد از بیت المقدس به آسمان با همراهی جبریل، یعنی به صحبت اصلا با همراهی میشه، چون معنی صحبت است. و معنی العروج الصعود، معنی عروج میگه چی است؟ این برآمدن است، بلند، به طرفی بالا. فاسری به من مکه الى بیت المقدس. بس او را ایزاح داده است با شیخ، از مکه به بیت المقدس شبانه برده شد که بردن. و عرج به من البیت المقدس الى السماء، و او را از بیت المقدس به آسمان برداشتن. یعنی صعید به جبریل علیه السلام، و جبریل برداشت برد. و مر به اهل السماء، به اهل آسمان گذشتن، یعنی به قریبی و اینها گذشتن. کل سماء یستفتح جبریل فیفتح له،
هر یک آسمان جبرئیل طلب فتح میکرد. هر یک نزد آسمان رسیدگی کشا میگفتن، میگفت بس برایش کشاده میشد. ثم انتهى الى السماء السابعه که در نتیجه به آسمان هفتم رفته رسیدند. ثم صعد فوق السماوات الى سدرة المنتهى، بعد از آن برآمده رسیدن بالای آسمان به نزد سدرة المنتهى و عندها کلمه الله، و در نزد همون سدرة المنتهى الله سبحانه و تعالی به او حرف زد که عبارت از این گپ زدن عبارت از آواز و از چی؟ از حرف من وحیه، از وحیش، بما شاء، هر چیزی که خواست الله سبحانه و تعالی با همراهی پیغمبرش. فرض علیه الصلوات الخمس، بالای او 5 وقت نماز فرض گردانید. فرضها فی اليوم واللیلة 50 صلاة، در یک شبانه روز 50 نماز را برایش فرض گردانید. ولكن موسی علیه السلام اشار على نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بان يسأل ربه التخفیف، ولی موسی علیه السلام باشد مشورت داد، اشاره یشیر اشاره کردن، یعنی مشورت داد، مصلحت داد به پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم که پروردگارش سبکی پرسد که این وزمینه 50 نماز در یک روز. می پیغمبر نماز بزرگ کن سودیان مردم. فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، چون که امتی او طاقت 50 نماز را در یک شبانه روز ندارند. فما زال رسول الله صلی الله علیه و سلم یراجع ربه يسأله التخفیف حتى انتهت الى 5. فبس همیشه یعنی دایم رسول صلی الله علیه و سلم یراجع، برگشته میرفت، تکرار به تکرار میرفت و میپرسید پروردگارش را که سبکی کند تا اون اندازه که یعنی که نماز به 5 وقت رسید. فقال الله عز وجل، بس الله سبحانه و تعالی در این قرار آخرون گفت كما في حديث الإسراء والمعراج، خیلی که در حدیث الإسراء و معراج، این همه حدیث مشهور است، آمده است که امضیت فریضتی، یعنی که اجرا کردم فریضه خود را، یعنی به معنای این چی میگذارم همه فرضهای خودم را، و خففت عن عبادی، و سبوک کردم از بندگانم، یعنی گذشت کردم، و اجزی الحسنة 10، به یک نیکی 10 نیکی خواهم عطا بخشید، یعنی که 5 نماز ادا کردگی آدم در دیوان اعمالش 50 نماز خواهم نویس. گفت الله سبحانه و تعالی این حدیث قدسی میگویند، اخرجه البخاری من حدیث مالک ابن صعصع و هو حدیث طویل فيه قصة المعراج. نعم. وفي رواية أنس عن أبي ذر فقال هي 5 وهي 50. و در دیگر روایت، در روایت انس از ابی ذر غفاری چنین آمده است که گفته است که در حدیث الله سبحانه و تعالی فرموده است که هی 5، او 5 تا است، ولی در عمل 5 تا است و در اجر و ثواب باشد 50 تا است. اخرجه البخاری من حدیث انس عن ابی ذر رضی الله عنهما، ای 5 فی العمل، در عمل 5 تا است و 50 فی المیزان، یعنی گفته است که در میزان عمل یعنی که 50 نماز میشه. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که همین نمازها را به کم و کم بوده به درگاهش قبول کرده باشد. 5 صلوات فی اليوم واللیلة تعادل 50 صلاة فی المیزان. شیخ میفرماید که ببینید که 5 نماز، یعنی 5 وقت نماز در یک شبانه روز برابر 50 نماز است در ترازی که روز قیامت الله سبحانه و تعالی حسنات و سیئات را برمیکشه. لأن الحسنة بعشر امثالها، چون که یک نیکی 10 همتای یک تاست، یک نیکی کرده 10 برابر نیکی ثبت خواهد شد. فالصلاة الواحدة عن 10 صلوات، یعنی عندما عوض است یک تا نماز به عوض چیست 10 نماز است. فالإسراء ذکر اول سورة سبحانه، سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر أول سورة النجم. میگوید که اسراء را ذکر کرده شد در اولی سوره سبحان الذي اسرا بعبده، در یعنی سوره بنی اسرائیل میگن که خواه، و معراج را ذکر کرده در اولی سوره نجم. الله سبحانه و تعالی اونجا فرمود که ولقد رآه نزلة اخرى، و در حقیقت این قسم است
قسم یاد میکنم که رآهو به تحقیق او را دید. نزلة اخرى ای مرة ثانیة من النزول گرفته شده، یعنی که دویم مراتبه او را دید. همینجا بعضی مفسران گفتگن که مثال گیریم الله را دیدی است، یعنی که در حقیقت جبریل است. جبریل دید دویم مراتبه. عند سدرة المنتهى در کجا دیده شده؟ این به همون شکلی پیشی خودش دید، همون صورتی پیشی خودش. عند سدرة المنتهى المراد بالسدرة المنتهى شجرة النبق، درختی نبقش میگن که درختی چلوانگش میگن. بذار گفتمش که درختی چی؟ چلوانگ، درختی چلوانگش میگن. نعم شجرة النبق فی السماء السابعة و در کجا است اون درخت؟ در آسمان هفتم. الیها منتهى ما یصعد من الارض، چلوانگ. انا به همونجا میگود منتهای اون چیزی که برآمده میشه از روی زمین، یعنی از زمین به برآمدگی جا آخرون نقطه همونجا است میگوید. بله سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، در نزد همون جنة المأوى است، یعنی الجنة التي یأوی جبریل و الملائکه، همون جنتی که به درون او داخل میشوند فرشتگان و جبریل گفته شده است. جنت المأوا از آوای مأوا مجاهدین. اذ یغشى السدرة ما یغشى، وقتی که چی میپوشاند سدره را، آن چیزی که میپوشد. مراد از آن چیزی که میپوشد و را میپوشد گفتگیش یعنی غطاها فراش من ذهب، و پوشیدگی است یک جامعه، یک کورپه بین چی از چی بوده؟ از طلا بوده است. یغشى السدرة ما یغشى یعنی غطاها فراش من ذهب. ما زاغ البصر و ما طغى، ما زاغ البصر ای ما مال بصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدی او یعنی بیره نزد است، میل نکرده است بگیم که بعد دیگه چیز دیده، نه هم راست دیدگی است، راست دیدگی است. و ما طغى یعنی و ما تجاوز ما امر به، از اون چیزی که مأمور شده است از او تجاوز کرده، از حد گذری نکرده است. هر چی گفته است یکتا یکتا به همون قالب خودش ذکر کرد جناب پیامبر علیه الصلاه و السلام. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، در این سفری کردگی جناب پیامبر صلی الله علیه و از معجزه های بزرگ پروردگارش بسیار چیزها را دید. عجائب ملکوت العظام، یعنی از عجایب های ملکوتی بزرگ جناب پیامبر صلی الله علیه و هذا فی المعراج، این در شأن چی بود؟ معراج بود. ثم انه نزل من السماء الى بیت المقدس، سپس او به درستی فرامد از آسمان به بیت المقدس. ثم انه رجع الى مکه فی لیلته، به درستی او به مکه برگشت فی لیلته در همون شب. فلما اصبح و اخبر الناس بذلك، وقتی که سحر خیز که سحر کرد و مردم را به این نسبتی این حادثه خبردار کرد. المؤمنون زاد ایمانهم، مؤمنان ایمانشون برزیاد شد. و اما الکفار فزاد شرهم، کافرها باشن با شر و با بدبختشون زیاد شد. و فرحوا بهذا و راحوا یشعرون به همت، بعد چیکار کردن؟ خرسند شدن با یک خدمت زیاد، با یک گپی یک دستی که دیگه یافتن و خرسند شدن و راحوا یشهرون به، با چیکار میکردن؟ ایره یعنی که شهرت می آوازه کردن، فهم میکردن، با آوازه فهم کردن. یعنی کیف یزعم صاحبکم انه ذهب الى بیت المقدس، یعنی که چخیل میگوید با گمان میکند این صاحب شما که به بیت المقدس رفت است و رجع منه، با از اونجا برگشت است. فی لیلة واحده، در یک شب. و نحن نضرب اکباد الابل، ما باشیم یعنی که با شترها سفرهای دور و دراز میکنیم، مثلا یعنی که ما یعنی که هم افگار میکنیم دوست دیزرم همون کبید چه شو مثال کنیم، یعنی که سفر شطور قطی بزور رفته میرسیم. اله شهرا ذهابا و شهرا ایابا، یک ماه میرویم به بیت المقدس و با یک ماه دیگه بر میگردیم. این باشه صاحب شما یک شبانده رفته آمده است.
یقیسون قدرت الخالق بقدرت المخلوق. این مردم بدبختی بی خبر قیاس میکردن قدرت آفرنده را و قدرت آفرینده شده. فکان الاسراء والمعراج امتحانا من الله عز وجل للناس. یعنی که میگوید که این اسراء و این معراج یک امتحان بود از جانب الله عز وجل برای مردم. امتحان یمتحن امتحانا. باب چنده؟ باب چنده؟ چهارم یا پنجم؟ بله باب چهارم. بله افتعال. احسن. این امتحان بود از جانب پروردگار عز وجل برای مردم. المشرکون زاد تندرهم و شرم. تندر گفته ناباوری میگن. مشرکان باشن ناباوریشون زیاد میشد و شرشون زیاد میشد و تنقصهم لرسول صلی الله علیه و با تحقیر کرد. تنقص گفته یک قدرش نقصان دار کردن. با میبینید که کمبودشون کمبود پنداشتن و یا که تحقیر کردنشون نسبت رسول صلی الله علیه و سلم زیاد میشد. و المؤمنون زاد ایمانهم. مؤمن ها باشن ایمانشون بر زیاد میشد. فلهذا بس برای خاطر همین است لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضی الله عنه. مشرکان وقتی که برای ابو بکر صدیق گفتن چی گفتن؟ گفتن انظر الى صاحبك ماذا قال. جناب حضرت ابو بکر کجا که سفر آمدند تو میبینید که بین مردم بین مشرکان خیلی آوازو دروازه که محمد علیه السلام او در یک شب بیت المقدس خیلی سفر کرد. از حادثه رو به او که نقل کردن. قال و ماذا قال. خب چی گفت؟ گفتن که یزعم انه ذهب به الى بیت المقدس. گمان میکند که او به بیت المقدس رفت، او را بردن. و عرج به الى السماء. او را به آسمان بردن. و انه جاء فی لیلة واحده. همین در یک شب رفت آمده است. قال ابو بکر الصدیق. ابو بکر صدیق چی گفت؟ ابو بکر الصدیق. و ابو بکر صدیق که ان کان قاله فهو كما قال. لقد صدق. یعنی این کان قالوا بدرستی اگر هوای همین گپ گفته باشد فهو كما قال. همون گفتگیش است. گفتگیش همون مانند ما گفتگی است. یعنی که هر چی که گفته باشد و همون گفتگیش هم خشودگی است. لقد صدق. واقعا من قسم یاد میکنم که راست گفته است. قال کیف ذلك. چقدر این باور کسو دید ندیده. قال انا اصدقه فيما هو اعظم من ذلك. اینش که نمیدم با از اینم بزرگترش هم باشه من باورش میکنم. با یک خبر دیتی از اینم اگر مثلا چی باشه بزرگتر باشه من باورش میکنم. انا اصدقه فی خبر السماء ينزل عليه. ما او را باور میکنم در خبرهای آسمانی که به او فرود میآیند. فكيف لا اصدقه في الاسراء الى البيت المقدس. با من چخیل او را باور نمیکردیم در سفر کردن شبانه شب و شب به بیت المقدس. أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا بقدرة الله عز وجل لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كرامته عند ربه عز وجل. این به قدرت الله عز وجل است، نه به قدرت رسول صلی الله علیه و سلم. برعکس این به قدرت الله عز وجل است. این از معجزات این رسول صلی الله علیه و سلم است و این از کرامت و عزت و احترام اوست در نزد در پیشگاه پروردگار عز وجل اش. ولا بد من الاعتقاد. اعتقد يعتقد بوبشنه. ولا بد من الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وجسمه معا يقظة لا مناما. باید اعتقادی اون را داشته شود که او صلی الله علیه و سلم را شبانه بردن و او را یعنی برداشتن به آسمان با روحش و جسمش یک جای بیداری، نه در خواب. چون که بعضی با گروه های هستن که اعتقاد میکنن که باید خوابش هم بردن، یا که میگن که او را خوابونده بردن، یا که امثالی رویا دارن، بله، یا که روحش را. لأن بعض الناس يقولون اسریه بروحه، چون که بعضی مردم میگن که
او را روحش را بردند و اما جسد فلم یبرح مکه، اما جسدی او باشه از مکه بیرون نشد. و انما اسره و عرج بروح، برعکس او را یعنی که هم خیلی میگن او را یعنی که شبانه بردند و شبانه با اسمان برآوردن با روحش. و هذا کلام باطل، این یعنی که سخن دروغین است. بل انه اسری بروحه و جسده علیه الصلاة والسلام، برعکس او را با روحش و با جسدش علیه الصلاة والسلام شبانه بردن. و حمل علی البراق، من البراق را سوار کردن. و هذا و کان ذلك یقظة لا منام، همینا در بیداری بودن نه در خواب. اذ لو کان بروحه فقط، زیرا اگر تنها با روحش می بود، او کان مناما فما الفرق بینه و بین الرؤیا، اگر بعد چی فرق می شد بین ویو بین خواب؟ می گفت که من خواب دیدم، می گفت مثال گرفت. والله جل وعلا يقول، الله عز وجل میفرماید که سبحان الذي اسرى بعبده الى آخره، پاک از اون ذاتی که بنده خود را شبانه برد. فالعبد يطلق على الروح والبدن معه، هر جا که عبد آمد یعنی کلمه یا که لفظ عبد را استفاده برده میشه، هم بر روح و هم بر بدن یک جایه. لا يطلق على الروح وحدها انها عبد، تنها یعنی که او را استفاده برده نمیشه بر روح که اما روح چی باشد؟ عبد باشد. ولا يطلق على البدن وحده، و بر تنها بدن هم او را اطلاق و استفاده برده نمیشه که انه عبد، که اون بدن چی است؟ عبد است. لا يطلق الا على مجموع الروح والبدن، یعنی که استفاده برده میشه بر کلمه یا که لفظی گویم عبد را تنها در مجموع روح و بدن، اون وقتی که یعنی که روح و بدن یک جای جمع شدگی باشد، از هر دو چیز کلمه تشکیل میشد، کلمه عبد تشکیل میشد. لم یقل سبحان الذي اسرى بروح عبده، نگفت الله سبحانه و تعالی نگفت که پاک از اون ذاتی که روح بنده خود را شبانه برد. قال اسرى بعبد، بنده خود را برد. معلوم است که العبد هو مجموع الروح والبدن، بنده و مجموع روح و بدن است. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، الله را یگان چیز عاجز و ناتوان نمیگرداند، نمیکند. و هو القادر على كل شيء، و به تمام چیز قادر و توانا است. قال رحمه الله، شیخ صاحب متن الله رحمتش کند میفرماید و فرضت علیه الصلوات الخمس، 5 نماز به او فرض گردانیده شد. و صلی فی مکه 3 سنین، 3 سال در مکه نماز گذارید. و کان یصلیها رکعتین، همون نمازها را 2 رکعتی ادا میکرده بود. فلما هاجر النبی صلی الله علیه و سلم اتمت الرباعیت، یکی اتمت الرباعیت الى 4، وقتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کرد به مدینه، نمازهای 4 رکعتی به إلا الفاجر، بله، أتمت الرباعية إلى 40 إلا الفاجر. أنا همون نمازهای 4 رکعتی هستن که حاضر میگود، همون 4 رکعتی امروزه رو گفته است. انا همون نمازهای 4 رکعتی امروزه با 4 چی شدن؟ پره شدن. کدوم مثلا؟ یعنی نماز پیشین 2 تا بود، 2 تا بودن، اینا چی شدن؟ و 4 تایی شدن. نماز عصر 2 تا بود، 4 تا شد. نماز خفتن 2 تا بود، 4 تا شد. برای این گفته است که 4 رکعتی ها با 4 شدن. یعنی برای اون خاطر اون گفته است که امروز ما فهمیم که کدوم نمازها یعنی که 4 تایی شدن. یعنی همین روز شما کدام نمازی را که میبینید که 4 رکعت است فرض گذاشته است، انا همون نمازها بعد هجرت 4 تایی شدنشون بعد هجرت شدن. همینها گفته است. مثلا میگم چی رقم خودم است. مگر نماز بامداد فانها تطول فيها القراءه، که در این قرائت طول میکشد. و بقیت رکعتین یعنی به همین 2 رکعت خود باقی مان که ما هیچ خلقی بود. و الا المغرب، مگر نماز مغرب، فانه 3
من اولی ما فرید، این نماز شام از همون روزی که فرض شد 3 رکعت فرض شد، لانها وتر النهار، چون که این وتری روز است. اما ظهر و العصر و العشاء، اما این 3 نماز باشن. و کانت فی مکه رکعتین، در مکه این 3 نماز 2 رکعتی بودن. فلما هاجر النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم اتمت 4 رکعات، اینا چی شدن؟ به 4 رکعت به اتمام رسیدن، یعنی این نماز پیشین عصر و شام درتیگی به 4 رکعت اتمام رسیدن. 4 رکعت میخونن یا 2 رکعت بامداد 2 رکعت میخونن، پیشین 2 رکعت میخونن، عصر 2 تا، نماز شام 3 تا، نماز خفتن 2 تا. مفهوم؟ كما في الحديث، چنانه که در حدیث آمده است، اول ما فرضت الصلاة رکعتان، اولین آن چیزی که نمازها فرض شدن 2 رکعتی فرض شدن. فلما هاجر النبی صلی الله علیه وسلم اتمت صلاة الحضر و بقیه صلاة السفر. بعد جناب پیامبر صلی الله علیه و وقتی که هجرت کردن، نماز چی؟ نماز حضر، نماز حاضر بودگی ها، سفری که نیو حاضر بودگی ها با اتمام پر شدن و نماز مسافر چه خیلی بود؟ هم خیلی ما همین معنی گفتن. یعنی همونه که مثال گیریم همین 3 نمازی که 3 نماز پیشین عصر رو گفتن که پیش از چی هجرت چه خیلی بودن، اینا بری مسافره هم خیلی مانده برای مسافره ها. نعم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا بإجماع أهل العلم باتفاق يعني أهل العلم أن الصلاة فرضت بمكة، نماز در مكة فرض، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بمكة، جناب محمد صلى الله عليه وسلم در مكة نماز میگذارید. لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة ب3 سنين، فقط اختلاف در آن است که آیا همین نماز 3 سال پیش از هجرت فرض شدن، اختلاف در همین است. هذا هو راجح قولی، یعنی که راجح همین است. كما ذكر الشيخ هنا، خلق الشيخ خودش در اینجا ذکر کنه، صاحبی متن گفته شیخ محمد بن عبد الوهاب. وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، و مخیل قیل هست که 5 سال پیش از هجرت نماز فرض شد. وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة، و مخیل قیل است که 1 سال پیش از هجرت. وقيل بسنة ونصف، گفتن که با 1.5 سال. لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة ب3 سنوات، ولی راجح آن است که همان را که شیخ خودش در متن ذکر کرد که پیش از 3 سال نمازها فرض شدن. و هل فرض مع الصلاة شيء آخر من ارکان الاسلام، با سوال میده از شیخ که آیا با همراهی نماز دیگر چیز از ارکان اسلام فرض شد یا نه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، اینم یک محل اختلاف از بین علما. منهم من يرى ان الزكاة فرضت ايضا بمكة، از جمله علما کسی شد که میگوید که اون را میپندارد که زکات هم نیز در مکه فرض شده بود، و انما بنیت انصبتها و مقادیرها و اهل زکات فی المدینه، و تنها میگود بنا کرده شد، یعنی که برقرار کرده شد نصاب‌های اون زکات و مقدار اون زکات و اهل زکات که اصلا در مدینه، یعنی فرض شدن در مکه فرض شده، ولی تقسیمات و به تفصیل و جای مصرفش و نصابش در مدینه شد. اما اصل فرضیتها فهی فی مکه، اما اصل فرضیت زکات باشد در مکه است، یا که در مکه بود. و دلیل قوله تعالی و آتوا حقه یوم حصاده، حق همان را در روز غنداش چیکار کنید؟ ادا بکنید. و المراد بحقه هنا، مراد یعنی به حق او در اینجا همین زکات در نظر دارد. و سوره مکیتون کلها سوره باشه خودش همش به کلا در مکه نازل شده است. معلوم است که زکات در همونجا فرض شده است. و كذلك في قوله والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، چقدر که الله تعالی در میگه سوره فرموده است که اون کسانی که در مالهاشون حق معلوم دارن، یعنی که مال دارن و حق معلوم دارن، برای کی اون حق؟ برای یعنی سائلین و گدا و پرسنده ها و کسانی که محروم است از مال، کم بغل و بیشور و بینوایان. ایضا هذه سوره مکیه، همین سوره نیز مکیه است.
والمراد بالحق المعلوم مراد بحق معلوم الزكاة الزكاة أصلا فريض أصلها في مكة خلاص أصل زكاة در مكة فرض شد لكن بنيت تفاصيلها بالمدينة هذا قول با تفصیلات او در مدینه بیان کرده شد تفصیلات او را این هم یک قول است والقول الثاني وهو الذي يظهر في كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة اما قول دوم چیست قول دوم آن است که و همون است که يظهر از کلام شیخ برمی آید یعنی که روشنی می شود که ان زکات تنها فرض شده است در مدینه ولم يفرض في مكة غير الركن الأول در مكة غير از ركن يكون دیگه یکون چیز فرض شده نبود و هو التوحید و توحید است و ركن الثاني و ركن دوم فرض شده بود که و هو الصلاة هذا ظاهر كلام الشيخ این ظاهری کلام شیخ است یعنی که ظاهرا شیخ به همین عقیده رفته استفاده است نعم الهجرة إلى المدينة هجرة بمدينة وقال الشيخ صاحب المتن وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعد زمان يعني 10 سال و 13 سال او را امر کرده شد به هجرت کردن به سوی مدینه امره امور دائم به چی که مأمور می شود بیقدمی با همراهی بیم او را مأمور شد به هجرت کردن و بعد هجرت الى می آید هجرت کردن به سوی مدینه وقال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وبعدها امر بالهجرة الى المدينة لما اشتد اذى قریش وقتی که آزار و زیان قریشی ها که سخت شد و زاد شرهم بالصد عن سبیل الله شر اون مردم مکه که به سخت و بر زیاد شد درباره چی نسبتی بازداشتن راه الله صد از راه الله که بسیار یکی اعراض رو تافتن رو گردانیدن از راه الله سخت شد و مضایقه للمسلمین به تنگ آوردن مسلمانان که سخت شد و تعذیب اشتد تعذیب من لیس له جماعت تحمیه من مستضعف المسلمین وقتی که عذاب سخت شد از عذاب دادن کسانی که مثلا باید دارای یک دسته و جماعت خیشتبار نداشت که او را حمایه کند از این بیان میکنم مثلا چه آدم ها مثلا از بیچارگان مسلمانان بیچاره و ضعیف أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة الله سبحانه وتعالى إذن فرمود إذن داد برای مسلمانان هجرت کردن را به سوی حبشستان الهجرة الأولى إن يحكم هجرت مینامند لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده چون که در حبشستان یک پادشاهی بود که یگان کس را در حضور او در حین حیات او ظلم کرده نمیشد ناحقی کرده نمیشد و کان نصرانیه این کس نصرانی بود ولکنه کان عادلا ولی بعضم نصرانیش نکرده و این کسی عادل بود هاجر منهم نفر کثیر از مسلمانان یک دسته بسیار هجرت کردند فلما علمت قریش بهجرتهم الى الحبشه وقتی که قریش ها دانستن هجرت کردن مسلمانان را به سوی حبشستان ارسلوا فی طلبهم در جستجوی اونها یعنی که الچی فرستانیدن مندوبین نائب یک کسانی نائب نماینده ها مندوبین کسانی نماینده رو میگن نماینده ها مندوبین باشه دو نماینده فرستاندن من دوحات قریش مندوبین میشه تصمیه از همون از زیرکان قریش دوحات گفتم آدمای زیرکه میگن اونا در گپ استا همون دروغ و بسیار راست کردن میتونن میکردن لباسی کهنه رو نو کردنشون میداد دیگه آدم ها رو خیلی میداد احدهم یکی از اون دو عمرو بن العاص بود و حقارش میکنه بعدش اسلام قبول کرد بعض آدم تاریخ میخونن با خزبش موندن میگیره و اون صحابه و خبرش اون کس نقلش کس نمیکنه در اون جاهل آدم میشه خب یکی از اونها عمرو بن العاص بود
دویمش ذکر نکرده یا خاطرش برون نوی که در تاب نقلته و ثانی هم نویسه عبدالله ابن ربیعة المخزومی. دویم نفرش کی بوده؟ عبدالله ابن ربیعة المخزومی بوده. و معهما الهدايا للنجاشی لگن مردور میبینه و با همراهشون هدیه ها آورده بودن برای نجاشی پادشاه چی؟ حبشستان. و قالوا ان هؤلاء فروا منا، اومده گپ سر کردن گفتن که به درستی اینها از ما گریختن و هم اقاربنا، اینا باشن خیش تبار ما هستن. دیگه معروف گفتن آخر نريد ان يرجعوا، ما میخوایم که اینا برگردن. برعکسه و انهم اشرار، اینا آدمای خوب نیستن. لا يفسدون في بلدك، این علتش بشه لا يفسدون، ما اینا رو گرداندن باشون به خاطر همین است که مبادا در کشور توی کار گندگی نادرست نامعقول نکنه. لا يفسدون في بلدك، علتش بشه. علت این که بعد این اصلا اخیر میشه که لا يفسدون میشه در میشه لئلا يفسدون. همین چیز همین عبارت نظر است وقتی که من الان درس دادم خیلی لئلا يفسدون شد خوبتر میشه. مقصد از ما دوباره اینا رو بردن ممکنه آدمای تو رو رسواگیشون نبرن، یکی برای توحید و پنج شدن رسواگی بود بیان. و اعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، با هدیه هایی که با همراهشون آوردگی بودن که معهم گفته معهم هم باید باشه. یکی احتمال معهم به خاطر اون گفته که باید هدیه ها رو خودشون نبرداشته گید، باید با غلام و بگون نفر و یکون چیزا هم داشته گید بودن برای ما همشه یک شویه گفته. با هدیه هایی که همراهشون آورده بودن به او عطا بخشیدن. چرا؟ لیغرو، برای خاطر به فریفتن، برای فریبیدن. ولکنه رحمه الله، ولی این پادشاه الله رحمتش کند، استدعا المهاجرین، گفت که یا لیست گفت انا دعوت کرد به طریق دیگران مهاجرین رو. دعا نگفته، استدعا. دعا اون وقت میشد که وقتی که خودش هم تو مباشرتا گفت که ای مهاجران باید. وقتی استدعا شد یعنی دیگران دعوت کرد که مهاجران جلب زنید. استدعا النجاشی و المهاجرین، یعنی نجاشی گفت که مهاجران رو گرد بیاره. استدعا یستدعی استدعا از اقسام از معتل. این چی میگون؟ چه فعل همی؟ افعال معتل کدامش همی؟ ناقص. بله معتل الفا. معتل الفا معتل لا. بله او بی چندمه؟ بو بی دهم. بو بی دهم. استفعل یستفعل استفعالا بو بی دهم میشن. و سمع منهم، و یار دعوت کرد و از اونا گوش فرا داد، یعنی شنید بیارم. و خیرهم، و براش اختیار داد. فاختاروا البقاء في الحبشه. اینکه اختصارا گفته و میفرمان میکشه، یعنی اون فهمید حق جانبی که بدونشن بگو که اختیارتون خواهی درسته. انا خواهی دیگه بارو بدین خیش بارو بساد درشون بری شما سوخته یو اما قطعی نارا بید. فرجع المندوبان خائبین، انا من دو نماینده بگود ناامید برگشتند. و بقیه من بقیه من فی الحبشة من المهاجرین، و از مهاجرها در حبشستان ماندگی ها ماندن میگوید. ثم ان الله من على النجاشی فاسلم، سپس الله تعالی یعنی که با نجاشی چیکار کرد؟ منت کرد، یعنی که مهربانی کرد، توفیقش داد و اسلام قبول کرد و دعوت کرد. هم خواب نرفتن، نخورده خواب نکردن، دعوت کرد. و حسن اسلامش بسیار نکو شد. فلما توفی صلی علیه رسول صلی الله علیه وسلم هو و اصحابه صلاة الغائب، وقتی که خبری مرگ او جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید، وقتی که وفات کرد، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همراهش صحابگان به اون نماز غائب خواندند، یعنی که جنازه غایبانه خواندند. و کان فی هجرتهم الیه خیر له ایضا هداه الله بسببهم فدخل فی الاسلام. بس در هجرت صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی او یک خیر شد به فایده او نیز که الله سبحانه و تعالی به توفیل و ایشان به سبب اونها و هدایت بخشید و بس در اسلام داخل شد.
ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج. بعد از اون جناب پیغمبر علیه السلام یک دسته از انصاری ها را در مینا گفتگی جا در هنگام مراسم حج ملاقات کرد و کان النبی صلی الله علیه وسلم یعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. نفسه میشه خودش عرضه میکرد، دعوت میکرد، میرفت به مقابل همون قبیله ها در مراسم های حج. یذهب الى منازل العرب، به جای منزل دم میگرفت دیگه عرب ها میرفت توی خیمه زدشتیان در مینا و یدعوهم الى الله، بخصوی الله ایشان دعوت میکرد. و صادف ان لقی اناس من الانصار، و تصادفا یعنی که یک گروه از مردم را ملاقی شد. فدعاهم الى الله فعرض عليهم ما عنده، بس اونا رو به سوی الله دعوت کرد و به ایشان عرضه کرد اون چیزی که در نزد خود داشت، توحید و مثال گیریم و مرام مقصد هجرتش فهمود. فقبلوا من الرسول صلی الله علیه و سلم دعوته، از رسول صلی الله علیه و سلم اون طایفه دعوتش قبول کردن و بایعوه علی الاسلام، او را به اسلام قبول کردن، بیعت کردن. و رجعوا الى قومهم من موسم الحج فدعوهم الى الله عز وجل، بس برگشته رفتن به سوی قوم خود از موسم حج، برگشته به خانه خود، برگشتن به وطن خود و مردم خود را به سوی الله ایشان دعوت کردن. فوافى في الموسم الذي بعده اكثر من الموسم الاول. پس آمد میگو در موسم دوم بعده، بعد از این یکم موسم، از موسم یکم دیده بیشتر. فهمیده؟ در اون موسم میگه که پیش بودن چقدر بودن، بو مسلمان ها در موسم دوم بو بر زیاد این خبر رو شنیدن پیغمبر آخر زمان. آخه این خبر اساسا در مدینه پخش شده بود، بعثت پیغمبر آخر زمان. برای همون یهودی های بدبخت پوچیده مدینه رفته بودن خودشون که باید در همین جنده دیاری نخلنده پیغمبر آخر زمان باید به وجود آمده بود. بله که الله تعالی که هدایتشون که نفرمود و بعد چیکار بعد به دراشون کردن با رفتن، به اختیار خود اومدن و به اختیار خود سر کردن. مخیل است. جاء الناس من الانصار، کلمه ناس هم در جنها را میشنه، مردم هم میشنه. بله، مردم از انصاری ها آمدند و بایع النبی صلی الله علیه و سلم بیعت العقبه الثانیه، بیعت دویم، عقبه دویمنده در عقبه نامجو است. در دویم مراتبه بیعت کردن به پیغمبر علیه السلام و فقط به علاوه با دیگر اشخاص. ای عند جمرة العقبه، در همون جایی که عقبه است که اونجا سنگ میپرتویند. بایعوه علی الاسلام، او را بیعت کردن به اسلام قبول کردن و علی ان یناصروه اذا هاجر الیهم، بیعت کردن که یعنی عهد و پیمان بستن که او را نصرت یا میدهند، طرفدارش میکنن وقتی که به سویشون هجرت میکنند. و ان یحموه مما یحمون منه انفسهم و اولادهم، وعده کردن که او را حمایت خواهند کرد از هر چی که خودشون را و فرزندانشون را حمایت میکنن. به همین طرز، به همین مانند، یعنی که به صادق بودن واقعا، یعنی که جناب پیامبر علیه السلام همچنین حمایت کردن رضی الله عنه. فعند ذلك ای نبا بدبختی شیعه ها همه صحابه ها را همه صحابه ها را درشان میدن، فقط همه 3-4 کسی که خودشون ناز میبینن. امروز اسلامی که امروز ما خود را خوشبخت حس میکنیم، امروز قرآنی که ما را تلاوت میکنیم، عبادت میکنیم، همون صحابه ها بریم ما همون صحابه ها که اینا بدبختا در شما، همون اسلامی که امروز ما عزیز هستیم، سربلند هستیم، همون صحابه ها من شما به طریق همون ها با ما من شما مدرسه. امروز بدبخت شیعه را مرتد و میگن اعوذ بالله. ای بعد هذه البيعه المباركه، بعد از این بیعت یعنی که بزرگ، امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة الى المدينه، جناب پیامبر بعد این کسانی که در مکه بودن از مسلمانان امر کردن به هجرت کردن را به سوی مدینه. و هاجر من هاجر الى المدینه،
یعنی که هجرت کردگی آدمان به مدینه هجرت کردند و بقیه رسول الله و بعض اصحاب جناب پیغمبر و بعضی از صحابگانش ماندند. ثم ان الله اذن لنبیه صلی الله علیه و سلم بالهجرة و در آخر و درستی الله سبحانه و تعالی برای پیغمبرش علیه السلام هجرت کردن را اذن فرمود. این اول دیدن صحابه رو گسیل کرد با خودش. فلما علمت قریش بهجرة الصحابة الى المدینه، وقتی که قریشی ها دانستند آگاه شدند با هجرت کردن صحابگان به سوی مدینه. هم خلاص بسوی مدینه. و علموا بالبيعة التي حصلت بينه و بين الانصار، آگاه شدند اون بیعتی را که روی داد بین جناب پیغمبر علیه السلام و بین انصار. خاف ان یلحق رسول الله صلی الله علیه و اصحابه فی المدینه، گفتن این صحابه هاش رفتن و ترسیدن اکنون یک جایی شدیم رسول صلی الله علیه و که دریافتن رسول صلی الله علیه و را با اصحابش در مدینه. گفتن این روند البته این راهبری کرده با یک کار نو میبره. و یتکون له قوة، برای یک قوه چی تشکیل میشود و تکون لهم منع، و برای وی چی میشه قوت و عزت و پیرو منع، گفتن قوت پیدا میشه منع. ففي هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت. بس در این شب، همون شبی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و اراده برآمدن به هجرت را داشته بود، آمدن این کافرها قریشی ها آمدن و خانه را حلقه زدن، یعنی که محاصره کردن و وقفوا عند الباب و در نزد در واقف راست ایستادن. معهم اسلحتون، همراهشون سلاحاشون بودن. یریدون الفتک برسول صلی الله علیه و یعنی او را غفلتگیر کرده کشتن میخواستن. یک کسی به طریق غفلتگیری فریب کرده کشتن، فتکش میگن. فاخبر الله نبیه صلی الله علیه و سلم، جناب پیامبر الله سبحانه و تعالی خبر داد. فامر النبی صلی الله علیه و ان ینام علی فراشه حتی یراه المشرکون. بس جناب پیامبر صلی الله علیه و حضرت علی را امر کرد که در جاگه او خواب بکند تا اینکه مشرکا و بینند و یظنون انه نبی صلی الله علیه و گمان کنند که این هم در جاگهش ایستادگی آدم همین پیغمبر است، نه اینکه مثل که علی بدونش دانه، یعنی که فهمیدن. فنام علی رضی الله عنه علی فراش رسول الله صلی الله علیه و فتغطى بغطاء الرسول صلی الله علیه و بس چیکار کرد؟ حضرت علی رضی الله عنه در جوگه پیغمبر صلی الله علیه و خواب کرد و رویش را به روپوشی رسول الله صلی الله علیه و پوشانید. فصار المشرکون ينتظرون، مشرکا باشن منتظر میشده بودند خروجه، برآمدن او را، علی انه رسول صلی الله علیه و چونکه وی رسول است گفتند همین به همین عقیده. و خرج النبی صلی الله علیه و واقعا جناب پیامبر صلی الله علیه و برآمد، من بین از بینشون زده برآمد و هم لا یشعرون، و ایشان یک شعور حس هم نکردند. اعم الله بصائرهم عنه، الله سبحانه و تعالی چشمای ایشان از او، از دوستش، از حبیبش کور گردانید. و اخذ ترابا و ذره علی رؤوسهم، و در دست جناب پیامبر در حین برآمدن خاک گرفت و اون خاک را در سرشون پاشیده برآمده رفت. و خرج من بین، از بینشون برآمده رفت. و ذهب الی ابی بکر رضی الله عنه، به نزد ابو بکر، به خانه ابو بکر آمد رضی الله عنه. و خرج فذهب الى غار ثور، هر دو برآمده رفتن به غار ثور. فاختفى فیه، اختفا یختفی بو چنده فیه 3 ایام، 3 روز در همون غار، یعنی که روز شدن. و قریشون تطلب من الناس العثور علیه، و قریشی ها باشن چی طلب کردن از مردم جستجوی او را، العثور علیه اما عثره علیه جست گفتن میشن. بی ای وسیله حیا او میتا، با کدوم راهی که نباشه یا بیارید گفتن قرار را ولا خواست زنده شه میبره خمارده شه. فلم یئسوا من العثور علیه بعد البحث و تنقیب، و امیدشون نکردن از جستجوی او علیه السلام بعد از بحث ها و بعد از چی تنقیب دعوت زدن، تنقیب دعوت زدن. بعد چیکار کردن؟ با گفتن که هیچ نشد، امید نکرده، چیکار کردن؟ اغراو بالجوائز من یاتی به صلی الله علیه و سلم حیا او میتا،
با فریب کردن مردم به چیز، با جایزه ها، با پول و پیسه ها کسی که او علیه الصلاة والسلام خود زنده شه خود مرده شه بیاره بختن. فلما ایسو خرج رسول صلی الله علیه وسلم و صاحبه من الغار، وقتی که تمام از امید ماندن جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم بر آمدن و صاحبش از غار و رکیب الرواحل، سوار شدن، سواری ها را سوار شدن و ذهبوا الى المدینه، به سوی مدینه رفتن. نعم. وقال الشيخ صاحب المتن والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. شیخ می‌فرماید که مراد از هجرت این از کشور شرک به کشور اسلام انتقال کردن است، این کوچیدن است. قال الشارح الهجرة في اللغة ترك الشيء. هجرت در لغت یک چیز چی کردن است؟ ترک کردن است. بله. در لغت چی بلست؟ ترک کردن، یک چیز ترک کردن. اما الهجرة في الشرع فهي كما عرفها الشيخ. در شریعت باشد همون تعریف دارد که شیخ صاحب متن او را معرفی کرده است. الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام، از کشور کفر و از کشور شرک به کشور اسلام یعنی کوچیدن. و هذه هي الهجرة الشرعية، این است شرعت چی؟ هجرت شرعی یعنی قانونی همین است. همین است هجرت شرعی. و الهجرة عمل جلیل، هجرت این عملی بزرگ است. قرنه الله سبحانه و تعالی بالجهاد فی کثیر من الآیات. الله سبحانه و تعالی به خاطر بزرگیش او را در بسیاری از آیات‌ها با جهاد نزدیک کرده، ذکر کرده است. لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى المدينة واجتمع المسلمون في المدينة. والحمد لله. وقتی که میگو جناب پیامبر صلی الله علیه و به مدینه هجرت کردند، مهاجرهایی که در حبشستان بودند به مدینه آمدند و مسلمانان در مدینه به شکر الله جمع شدند و تکونت للمسلمین، و تشکیل شد برای مسلمانان دولت فی المدینه، یک دولت در مدینه، من المهاجرین و الانصار. اون دولت از دو طایفه انسان ها تشکیل شده بود، از مهاجرین و از انصاری ها. و من یسلم یاتی الیهم، کسی که اسلام به گردن میگرفت به نزد اینها می آمد. عند ذلك شرع الله بقیت شرائع الدین. انا همون وقت میگو الله تعالی باقی مانده قانون های دین مشروع گردانید، یعنی قانونی گردانید. ففرض على نبیه صلی الله علیه وسلم الصيام والزکات فی السنة الثانیة من الهجرة. بعد الله سبحانه و تعالی به پیغمبرش علیه السلام روزه و زکات رو در سال دومی از هجرت فرض گردانید. و فرض علیه الحج فی السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح. به روایت صحیح حج را به جناب پیغمبر در سال نهمی از هجرت فرض گردانید. و بذلك تکملت ارکان الاسلام، و به همین طریق یعنی که ارکان اسلام به کمالات و پررگی رسید. اولها الشهادتان و آخرها الحج الى الله الى بیت الله الحرام. اولی اون یعنی که این ارکان دو شهادت است، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و آخر این ارکان عبارت از حج است، یعنی که قصد کرده است به خانه بزرگ الله سبحانه و تعالی. والحاصل من هذا، خلاصه از این یعنی از این چنین خلاصه گرفته میشد که ان نعلم، ما باید بدانیم ان التوحید هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شیخ یک نقطه مهم رو در اینجا ذکر میکند که توحید این مقصد یکم است، یا که غمی یکم است، یا که یک ضرورت یکم است در دعوت کردن به سوی الله سبحانه و تعالی. و انه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة. داعی کسی داعی به توحید باید که دعوتش رو شروع آغاز بکند پیش از اون که به نماز
دعوت میکنن و صیام و به نماز، به روزه و به زکات و به حج. اما نماز میخواد از کافر و فاسق نونش نخورد، گوشتش نخورد. نه این خطا است. خلاص همین خطاگی ها اثر گذاشتن خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين أو 10 سنين يدعو إلى التوحيد. چونك جناب پیامبر صلی الله علیه و آله نمونه است. با توحید دعوت کرد 10 سال. حکومت شوروی را 1 سال نشد برای رفتن سر شدن این فتنه و این کافر و نامسلمان. همون کسانی کمونیست بودن بلیت داشتن بیچارا. هم خیلی هم یک بلیت داشتن، هم یک کار دنیویشون پیش میبردن با همین مقصد. نیکی بیچاره ها نماز میخوندن. هم خیلی معلوم میشد است که و یا نسبت همون لینین صادق نبودن، نسبت اسلام صادقند، فقط صداقتشون کاسته داد، کمبودی داد. همینه درک میکردیم. خلاص برای چی اگر وای صادق میبود باید که و نماز نمیخوند، روزه نمیداشت، ضد اسلام مبارزه میبود نیستاد. هم خیلی کم در کمش یعنی که ضد اسلام کم میزد با الله علم با چیکار که در پشت دیگه تنهایی الله خودش بداند که کتاب میکنه که مثلا یه پراوین ضرورت بود میگه. هم خلاص جناب پیامبر 10 سال به توحید دعوت کرد و ینها عن الشرک، از شرک منع میکرد، ولم یأمر بالصلاة، به نماز امر نمیکرد، ولم یأمر بزکات، به زکات دادن امر نمیکرد، ولا بحج، ولا بحج، ولا بصوم، ولا بروزه. و انما فرضت علیه هذه الفرائض، این فرائض فرض شده بودن بالایش بعد ان تقرر التوحید، بعد از اینکه توحید در سینه مردم برقرار گشت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول ما يدعون إلى التوحيد كما في حديث معاذ بن جبل. نعم جناب پیامبر صلی الله علیه و وقتی دعای ها رو میفرستانید ایشان امر میکرد که مردم را اولین اون چیزی که دعوت میکنن به سوی توحید دعوت میکنن. خلق در حدیث معاذ بن جبل آمده است که انک تأتی قوما من اهل الكتاب، بدرستی تو قومی را می آیی که ایشان از اهل کتابند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. اگر اولش بگیم شهادت میشه، اگر اولو بگیم شهادت میشه، اولا بگیم شهادتو میشه. بگذار اولین اون چیزی که تو ایشان به همان فرا میخوانی چی باید باشد؟ شهادت ان لا اله الا الله باشد و ان محمد رسول الله باشد. فانهم اجابوا لذلك، اگر ایشان این را قبول کنند، فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات، ایشان آگاه بکن که الله بالایشان 5 نماز فرض گردانده است. الی آخره. اخرجه البخاری و مسلم من حدیث ابن عباس رضی الله عنه. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقيق التوحيد. این دلیل است با اون که نباید که به نماز امر کرده شود و به روزه و به زکات مگر بعد تحقیق توحید، برقرار شدنی توحید، هویدا شدنی یا عملی گردیدنی توحید و وجود التوحید. وأن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته فاشلة. بدرسی کسی که بغیر توحید دعوت آغاز بکنه البته دعوتی او ضعیف میشه. و منهجه مخالف لمنهج الرسول كلهم عليه الصلاة والسلام. منهج او مخالف منهج تمام رسولان است. خلاص الرسل كلهم اول ما يبدأون به التوحيد واصلاح العقيده. رسولان همشون اولین چیزی که به اون فرا میخوندن دعوت میکردن توحید بود و اصلاح عقیده ها را آباد میکردن. و هذا منهج مهم معرفته للسالکین. این منهج مهم و ضرور است دانستن آن برای کسانی که به همین راه یعنی که چی میشن میروند.
کسی میخوان که به همین راه اقدام زنند و همین وظیفه رو در روش گرفته کار بکنن، باید که منهج پیغمبران. لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج، يعكر من يعكر على هذا المنهج فيغير هذا المنهج. چون که زیرا اینکه امروز بسیار کسانی پیدا شدند که لایالود میکنن، چرا؟ چلغابه میکنن این منهج را. این منهج بس چیکار میکنن؟ دیگرگون میکنن. و یختار منهج لنفسه من عنده، از پیش خودش برای خودش منهج میسازد. و من عند غیره یکی از نزد دیگران، من الجهل، از جاهلان. لابد من الرجوع الى منهج رسول الله، باید که مراجعت به منهج پیغمبر صلی الله علیه و کرده شود. و هذه فائده معرفت رسول الله و سیرته. انا همین از فایده پیغمبر شناختن و سیرتی او را شناختن. و جعل ذلك من الاصول الثلاثه، و آن را یعنی که از سه اصل قرار دادن فایدهش همین است، یعنی که دعوت یاد میکنید. تعرف کیف دعا الناس، ثم میشناسی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و مردم چه دعوت میکرد. و من منهجه صلی الله علیه و سلم فی دعوته، منهج او صلی الله علیه و سلم در دعوتش چی بود؟ حتی تسیر علیه، تا اینکه تو هم به همون منهج سیر بکنی، بروی. لانه هو القدوه علیه الصلاه و السلام، چون که قدوه، راهبر، پیشوا همون است او علیه الصلاه و السلام. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. شيخ صاحب ما رحمه الله می‌فرماید که هجرت فرض است بالای همین امت از کشور شرک به کشور اسلام، و هي باقیة إلى أن تقوم الساعة. هجرت باقی است تا قائم شدن قیامت. وقال الشارح الهجرة قرينة الجهاد. القرينة معناه ما يصاحبه ويدل على المراد به. یعنی هجرت این قرین جهاد است در راه الله، یعنی که از جهاد دور نیست، نزدیک جهاد است در راه الله. و هي فریضة باقیة غیر منسوخه، این یک فرض باقی است که منسوخ شدگی نیست. يجب على كل مسلم يحتاج الى الهجرة ان يهاجر. واجب است به هر مسلمانی که احتیاج به هجرت دارد هجرت بکند. ولا يجوز للمسلم ان يقيم في بلاد الكفر. و مسلمان جایز است که در کشورهای کفر بایستد. و هو لا يقدر على اظهار دینه، و حالا اونکه او به اظهار دینش چی قادر نمی باشد. فیجب علیه ان یهاجر الی بلاد المسلمین، واجب است به او هجرت بکند به کشورهای مسلمانان. فهی فریضة باقیة لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، چون که هجرت این فرض باقی است، از بین رفتگی نیست. بنابر قول پیامبر صلی الله علیه و فرمود لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبه. هجرت قطع نمی گردد تا توبه قطع نگردد. ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها. و توبه قطع نمیگردد تا آفتاب از چی؟ از مغربش خروج نکند. اخرجه ابو داود و احمد من حدیث معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما. والدليل قوله تعالى، دليل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة. يعني توفى أصله تتوفى، برای سبکی بعضا تیسا حسب. بدرسی کسانی که بدرسی آن کسانی که توفاهم الملائکه، فرشته ها ایشان میمیرانند. ظالمی انفسهم، ظالمی جان خود هستند. باید در جان خودشون ظلم کردن. برای چی ظالمی انفسهم؟ ای عاصینه، یعنی غیر عاصی هستند. تمام عاصی در جان خودش ظلم میکنن. چرا عاصی هستند؟ و چرا ایشان الله سبحانه و تعالی ظالمشون گفت؟
اقداد صدا این خطار گذاشته میشه گریم که حالا بیاریم کنم تلزگون که نمیگیریم کن برده بوده دامین حدود با این محلیم بویا باشه هم کم بغلای و یارا چرا عواسی گفته است به ترک الهجره به سبب ترک هجرت والمقام مع الكفار و دو همراه کافرها استادنشون گرزدنس قالوا فيما كنتم همو فرشته ها سوالشون میتن وقتی جانشون رو میگیرن فيما كنتم در چی کار بودید شما در چی کار بودید در چی خدمت بودید چرا هجرت نکردید قالوا كنا مستضعفين في الارض میگن که ما در روی زمین بیچاره بودیم ضعیف بودیم ای عاجزین عن اقامت دیننا دین ما را برپا داشتن نمیتونستیم قادر نبودیم که دین داری کنیم اگه ما را دین داری نماز هر چیزی که از ما پرسیده میشه باید انجام دادن او را همین خلاص قالوا فرشتگان میپرسند الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها مگر زمین الله کشاد و وسع نبود که شما با اونجا هجرت بکنید هم خلاص فاولئک مأواهم جهنم آنها را جایگاهشان جهنم است نعوذ بالله و ساءت مصیرا چی باز گشتی بد است چی جایگاهی بد است الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بجز بیچارگان ضعیفان از مردان و زنان و کودکان که ایشان لا یستطیعون حیلة ایشان قادر یگان حیله نمی باشند المراد بالحیله لا يستطيعون ايش حيلة اي قدرة على الخروج امام بخاری اساسا از ابن عباس روایت میکنه سبب نزول همین آیته همون گفت که اولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا از این قرار نگرفتیم که مثلا هم هجرت نکنه کافر میشه گفته مثلا دوزخ میدارد گفته کافر نمیشه روایت میکنن که گروه از مسلمانان می برآمدن با همراهی مشرکا سواد ویا رو بسیار میکردن عددشون زیاد میکردن و مجبورن مادامی که در دنیا همون چی میستادن در دنیا کافرها که میستادن مجبور بودن قانوناش رعایت کنن رعایت نمیکردن میکشتنشون هجرت نمیکردن برای ازال من که خونه پوشیدم خونه دارم در دارم ده خانه دارم میگو خاله برای هیچ کم نه ولی کافرها با قرار دارن که زندی هر دشمن باید که مبارزه برند این مسلماناش که مجبور میشدن که با همراه کافرها میبرند وقتی که با مسلمانان میجنگیدن گرچند که نیت کشتن داشتن مسلمانایی که سواد ویارا اعظم میکردن بزرگ میکردن بسیار میکردن یعنی تودی ویارا شماری کافرها را بسیار میکردن و میشد که یکان تیر اومده ده همینا میزد یکون تیره که مسلمان کافر میکشن بوده اونو ده همینا میزد هم خلاصه یکسرون سوادهم فربما یرما بسهمهم فیصیب احدهم میشد که به سهم اونا اومد یا مسلمان رو کشته میشد یا که به سهم مسلمان ها هم مسلمان کشته و همه آیه نازل شد رواه البخاری عن ابن عباس إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بجزء بیچارگان ضعیفان از مردان و زنان و کودکانی که لا یستطيعون حیلة معناه لا یستطيعون قدرة على الخروج
قادری بر برآمدن نداره. ولا یهتدون السبیل، راهش هم نمیدونن، راه یابی راه نبودن، نمیدونن که چیکار با کدوم راه برآمده برون. این هجرت کردن هر یک است. من امروز مثال دارم برای حجیات جو برون رفتن یک کشور دیگه کشور از تاجیکستان چه مثال دیگه تزریق بیاید چه میگوره مثال دیگه تاجیکستان نمیمونده برای برون برای تو جواز نداره، همین راهش دورستان نداره. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، انا همون در بالا ذکر شدگی سه طایفه رجال و نساء ولدان مستضعفین، امید است که الله تعالی از ایشان گذشت بکنه. و کان الله عفوا غفورا، الله گذشت کننده مهربان است، آمرزنده است. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا، کسی که در راه الله هجرت بکند، جوابش است که یجد فعل مضارع را گاه جزم خوانده میشه وقتی که واقعشن جواب برای طلب، در طلب داخل میشه چی؟ جزم، حرف جزم. و من یهاجر فعل شرط یجد جواب شد. میابد در روی زمین مراغما کثیرا، مراغما کثیرا ای مهاجران، یعنی جای هجرتگاه بسیار میابد، بیجا نمیماند. ای مکانا لهجرته، یک مکان برای خودش یک جایی چه میابد، یک جای معده میابد که خودش جا میگیرد که برای چه مراغم، مثلا عربی من گفتگی بینوش خاکالوش چیزن گفتگی، یعنی خار میکند، ناامید میکند کسانی را که وی آزار داده بودن و یا رو واگذار کردن و مجبورش کردن این خانه در پرتو کردن. اینا امیدوار هستن که حال رفته و که سرسان شد، یکی یعنی روزه خبر میرسد او را اکرام کردن و خصوصا اندار باشد در با امامش تعیین کردن در اون. ها دیدید؟ نعم. مراغما كثيرا وسعة، ای بستان فرست و سعی در رزق روزه، با خورد و خوراکش بیکار، اینش صدقه، اینش خیرات و اینش احسان و اینش جای کارش تعمیم میکنن و شاید که اون انسان لایقی باشه. نعم. و من یخرج من بیته، کسی از خانهش خروج بکنه، مهاجرا الی الله، و نیتی به سوی الله هجرت کردن و به سوی رسولش. ثم یدرکه الموت، بس او را مرگ فرا رسد، یعنی که نرسید به جای الله گفتگی، جای پیغمبر علیه السلام. فقد وقع اجره علی الله، چون این کس را اجرش بالای الله واجب شده است. وقع بمعنی واجب، و هم از روی مهاجرین میخزر مفهوم؟ و کان الله غفورا رحیما، الله آمرزنده و مهربان است. این آیت کن کمتر جوی حاجت به تفسیر هست، برای ما گذشت شده. نعم. وقال الشارح حفظه الله تعالى: هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها. این دو آیت در آن دو وعید است، وعده عذاب است، وعده سخت است علیه کسی که هجرت را ترک میکند و حالا که قادر هجرت است، این قادر است به هجرت کردن. و ان مأواه جهنم و ساءت مصیرا، چنین کس را جایگاهش جهنم است و چی جایگاهی بد است. و ان کان لا یخرج من الاسلام، گرچند که از اسلام هم نبراید ولی در تحت وعید است، لكن هذه من نصوص الوعید، ولی از نصوص الوعید است. و ان کان ترک، و ان کان ترک الهجرة فقد ترک واجبا، اگر یعنی هجرت را ترک بکند و یک واجب را ترک کرده است، و کان عاصیا عاصی میشد. ولكن لا يخرج من الاسلام بترك الهجرة، ولی از اسلام به سبب ترک هجرت خارج نمیشد. ولكن عليه وعید شدید، ولی بالای او وعید سخت هست. ثم بين الله سبحانه وتعالى بالآية التي بعدها العذر. انا سپس الله سبحانه وتعالى
بیان کرد با آیتی رو که بعدی اون اومد عذر الذي يسقط وجوب الهجرة اون عذر که وجوبیت هجرت رو چیکار میکنه از گردن او از عهده ساقط میکنه. قال تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يعني الاطفال کودکان لا يستطيعون حيلة ما عندهم امکانیت ندارن هم یک پاسپورت داشته باشن و امکانات میشه خلاص. ولا يهتدون سبيلا اي ما يعرفون الطريق الى البلد المدينه يعني راه به مدینه رفتن نمیدونن لان الهجرة تحتاج الى سفر چونکه هجرت محتاجی به سفر است و الا فان الانسان يهلك خلال الهجرة وگرنه انسان در ایامی یا که در وقت هجرت کردن هلاک شدنش ممکن. اذا كان لا يعرف الطريق اگر راه نداند فعذرهم في امرين انا عمر اونها عبارت در از دو چیز است. الاول لا يستطيعون حیله ندارن یعنی امکانیت ندارن. الثاني ولا يهتدون سبيلا راهیابان نیستن حتی لو كان عندهم امکانیات مادیه گرچند که امکانیت مادی داشته باشن پول پیسه داشته باشن ولكنهم لا يعرفون الطريق راه نمیدونن الذي يسلكونه به همون راه باید که بروند من يدلهم یا که مثال گیریم نمیدونن هر کسی که باید راه نشاندهی کند. هذا هو العذر الصحيح. عذر الصحيح همین است. اما الانسان الذي عنده امکانیات و يعرف الطريق فهذا لا عذر له. اما انسانی که امکانیت دارد پول پیسه دارد و راه میداند چنین کس هجرت را ترک کنه عذر نداره عذر برای این نیست. وقوله سبحانه وتعالى وقال شارح صاحب المتن يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله سبحانه وتعالى میفرماید ای بندگان من کسانی که ایمان آورده به درستی زمین من وسیع است پس شما مرا عبادت بکنید نه غیر من. اما خلاص نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين سبب نزول همین آیه در حق مسلمان است الذين بمكة در مکه بودن ولم يهاجروا هجرت نکردن نادهم الله باسم الإيمان بخاطر این است که الله سبحانه و تعالی به نام ایمان ایشان ندا کرد یا عبادی الذين آمنوا. امام بغوی الامام الحافظ الفقيه المجتهد محي السنة أبو محمد كنيش الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي ويلقب بركن الدين. البغوي هذه النسبة إلى بلدة خراسان بين مرو و هراتش میگه هرات بین این مرو و هرات یک جای بود است که ورچ میگه خراسان میگفتن با در اون خراسان یک جای بود است که اورا چی میگفتن بغل یقال لها بغ گفتگی جا بود است. توفي سنة 33 و400 أو 36 و400 وتوفي سنة 16 بعد 500 بمرو. مر وفات كرس مدينة من حدائق خراسان في شوال ماه شوال وفات كرس. خلاصه بعد از شیعه های بدبخت ایران گرفتن و دولت شیعه کردنشون دیگه یگو عالمی قریب که نبرآمد است. تمام علما در دوران همون شاه و پادشاهی و دولتداری سنی ها تمام علما از اونجا برآمدن، علمای عرب و غیر عرب اما بعد از این یگو عالم برآمده نیست، چون که اینا عالم خور و بدبختی بیکارن. اینا تو علما رو نیست نابود کرده شدن. عليهم ما يستحقون من الله.
وقال الشارح هذه الآية من سورة العنكبوت إن آيات سورة عنكبوت است وفيها الأمر بالهجرة در این آية أمر بهجرة است وأن أرض الله واسعة و در این آیات همین است که زمین الله واسع است اذا كنت في بلد لا تتمكن من اظهار دينك فيها اگر تو در یک کشوری باشی که امکانیت نداشته باشی اظهار دینت رو در همون کشور فهناك ارض الله واسع باید یا دیگه زمین الله است که اون واسع است انتقل الیه انتقل منها از اونجا بکوچ را از اونجا که تو لا تبقى في هذه البقعة السيئة در این کشور یک کنج بعد تكشفر بعد باقي نما بل خرج منها إلى أرض الله الواسعة برعكس أزوج برامد الراب وسوي الزمين وسيع الله قد وسع الله الأرض سبحانه وتعالى وكان الله سبحانه وتعالى زمين وسيع أو فريدس والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها دلیل به هجرت از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم قولی و علیه الصلاه و السلام است که هجرت قطع نمیگردد تا توبه قطع نگردد و توبه قطع نمیگردد تا آفتاب از مغربش خروج نکند سبقت گذشت اما قوله صلی الله علیه و سلم لا هجرت بعد الفتح اما قولی پیامبر علیه الصلاه و السلام اونجا که فرمود که بعد فتح هجرت نیست اخرجه البخاری و مسلم قبل الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة ظاهر حديث النجاح كله معناه مشاهد بعد فتح مكة تجاه هجرة نسب وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها بعضی مردم گمان کردن که بین این دو حدیث چی است تعارض است ضد یک جمله میگه که هجرت کنه یک جمله میگه هجرت نکنه خیالشون تعارض است ضدی هم است لكن اهل العلم اجابوا عن هذا الحديث ولا اهل العلم بشن نسبت این حدیث جواب دادن ان المراد لا هجرة بعد الفتح مراد و مقصد هجرت نیست بعد الفتح ای من مکه ای از مکه کوچیدن دیگه نیست لانها صارت بالفتح دار اسلام زیرا که به سبب ارتفاع فتح و اداره اسلام شد از مکه کوچیدن دیگه ممکن است دیگه جو میشه یظنون ان الهجرة باقیه من مکه بعد الفتح و بعضی کسان با گمان میکنن که هجرت کردن باقی است از مکه بعد فتح یعنی میتونی که بعد فتح مکه هم هجرت کنی فیریدون تحصیل ثواب الهجرة میخواهند چی بعد از آوردن ثواب هجرت و اما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقیه الى ان تقوم الساعه اما هجرت از کشور کفر این باقی است تا قیامت قائم شدن و دلیل الآیات السابقه دلیل باشد آیات گذشته است و الحديث النبوي الصحيح حدیث پیغمبر کی علیه الصلاه والسلام گذشت هذا هو الجواب على هذا الاشكال جواب این مشکلی جوابش همین است و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما مزيدا